آیا تاکنون درباره پرآوازه ترین رهبر حزب نازی ها شنیده اید؟ اگر جواب شما اندک است در این ویدیو خواهید شنید. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله را بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال طلوع سیاه همراه باشید. حزب سوسیالیست دیگه هیچ وقت همانند او را ندیده است. هیتلر در خانواده معمولی به دنیا آمد، ارتشی بزرگی تشکیل داد. هیتلر خودش را فرمانروای تعیین کننده سرنوشت زمین می‌دانست. میگویند او از زمان خودش جلوتر بوده است و بعضی ها بهش احترام می‌ذارند و بعضی ها هم با نفرت ازش یاد می‌کنند. ولی کارهایی که هیتلر انجام داده کار یک انسان معمولی نیست، بلکه نشانه از توانایی فوق‌العاده او داره که از هیچ به همه چیز رسیده است. هیتلر در طی حیاتش 17 میلیون نفر را به قتل رساند. کل زندگی او پر از ماجرا بود. هیتلر در سال 1889 در شهر کوچک و زیبای براناو امین بین دو کشور آلمان و اتریش به دنیا آمد. وقتی بیش از 11 سال سن نداشت به فراگیری کتاب‌های تاریخی جنگ جهانی اول پرداخت و اشتیاق سوزانی به این مبحث داشت. او همیشه به خود میگفت کسی که ملیت آلمانی داشته باشد اگرچه در اتریش زندگی کند بازم آلمان نیست. او وقتی 15 سال داشت به مدت 15 روز در وین ماند، زیرا پدرش که به او توصیه کرده بود که نقاشی خوبی می شود دلخوش بود. او اطمینان زیادی داشت که مورد پذیرش قرار می گیرد، اما برخلاف تصورات او در این هنر رد شد. او در سخنرانی تبحر خاصی داشت و می توانست شنونده را مجذوب خود کند. و پس از رد شدن در هنر برای مخارج زندگیش به کار پرداخت و اما در آن سالها شغل‌های اندکی وجود داشت که بتواند او را سر پا ایستاند. او در کنار فراگیری دروس به کتاب‌های سیاسی هم رو آورد و این کتاب‌ها باعث شد به برخی از موضوعات پی ببرد. و در اینجا یک سوال پیش می آید: چه چیزی باعث به وجود آمدن این فرد به فرد شیطان صفت شد؟ این همان اثر لوسیفر نامیده می شود که در قسمت بعد به این اثر خواهیم پرداخت که چه چیزهایی باعث این می شود که یک فرد مهربان تبدیل به فرد شیطان صفت شود. پس منتظر قسمت بعدی ما باشید. بدرود.